اول از همه ما اومدیم شهر برینز که توی پایتخت سوئیس در شهر برن قرار داره. اینجا هم داشتم براتون ویدیو میگرفتم و این منظره زیبا رو براتون فیلم گرفتم که بهتون نشون بدم و منتظر این صحنه جذاب بودیم. خودتون نگاه کنید چقدر زیباست. توی این مسیر ما اول از همه بلیتمون رو تهیه کردیم که نفری 96 فرانک هستش. فرانک با یورو تقریبا برابره. پس میتونیم بگیم 96 یورو، ولی چون ما کارت ژورنالیه داشتیم، کارت روزانه داشتیم، نصف قیمت شد واسه ما. یعنی نفری 48 فرانک پول دادیم برای مسیر رفت و برگشت. و تقریبا میتونم بگم که 40 دقیقه تو راه بودیم تا برسیم به اون بالای بالا. اینجا هم یه استاپ کردیم که سوخت بگیریم و نگاه کنید چقدر زیباست. این بالا هم که اومدیم یه سری مسیر پیاده روی داشتیم و همینجور که داشتیم میرفتیم بالا هوا بیشتر و بیشتر مه میشد. یک کوچولو بارندگی هم ما داشتیم. توی مسیر همین گاوای خوشگل، گاو گوسفندای سوئیسی دیدیم که خیلی خوشگلن، مثل همیشه جذاب. و اینجا هم یه قسمتی بود که هنوز راه اندازی نشده بود، ولی میتونیم بیای عکس سلفی بگیری با بلیتت به زودی. اینم مسیر پیاده روی که همجور نگاه کنید کلا هیچی پیدا دیگه نیست، همه چی پر از مه هستش، هوا کاملا مه آلوده. ولی دیگه تلاشمو کردم که بتونم بهترین فیلمو برای شما بگیرم. اومدیم ارتفاعات سوئیس با قطار همه راه کوبیدیم که شیر بگیریم. گاوای سوئیس هم ماشاءالله اینم این منظره زیبا که از بالا میتونی ببینی. اسم این لک تیون هستش که توی شهر برینز، انترلکن و خیلی از شهرهای دیگه این لک یکی از زیباترین لک‌های سوئیسه که رنگ آبش هم تورکواز یا همون فیروزه‌ای هستش. زبان مردم این شهر آلمانی هستش. در واقع یکی از کانتون‌ها و یکی از شهرهای آلمانی زبان سوئیس هستش. ولی خب فرانسوی هم بلدن دیگه، جزء کانتون‌های دو زبانه. توی مسیر هم حیوانای مختلف دیدیم، مخصوصا گاوای سوئیسی که خیلی خیلی معروف هستن و یه سری از توریستایی که اینجا بودن و داشتن از این منظره زیبا عکس و فیلم می‌گرفتن.